بعضی‌ها بر این باورند که اولین اتومبیل جهان توسط کارل بنز ساخته شده، اما در واقعیت بنز اولین خودروهای بنزینی رو تولید کردند. تاریخ شروع تولید خودرو به قرن 18 میلادی برمیگرده. اولین وسیله نقلیه‌ای که میشه اونو خودرو نامید توسط نیکولاس جوزف کان فرانسوی تو سال 1769 ساخته شد. این خودرو توان حمل کردن 4 تن بار به همراه 4 خدمه رو داشت. سرعت این خودرو 7.8 کیلومتر در ساعت بود و کلاً 3 تا چرخ داشت. جالبه بدونید اولین تصادف خودرویی هم 4 سال بعد از این اختراع، یعنی تو سال 1771 اتفاق افتاد. این وسیله با موتور بخار کار میکرد. قبل از این اختراع مهم یه ماشین بخار دیگه هم تو سال 1678 تو چین ساخته شد که فقط 65 سانتی متر طول داشت، اما فقط وسیله‌ای بود برای سرگرمی امپراتوری وقت چین. اما اختراع نیکولاس جوزف فرانسوی با هدف جابجایی بار و مسافر بدون نیروی انسانی و حیوانی ساخته شده بود که تحولات زیادی هم ایجاد کرد. اما از اون به عنوان یک تراکتور نظامی تو کشور فرانسه برای حمل توپخانه استفاده می‌کردن. موتور و دیگ بخار با سوزوندن سوخت آب رو تو دیگ بخار گرم می‌کرد و بخار تولید شده پیستون‌ها رو به حرکت در می آورد. این خودرو یه مشکل بزرگی که داشت این بود که هر 10 دقیقه یک بار نیاز به توقف داشت تا بخار تولید بشه. گذشت تا رسیدیم به تاریخ 1828 که یه فرد مجارستانی ایده تولید ماشین که با نیروی الکتریکی حرکت کنه رو داد. 60 سال گذشت تا در سال 1888 فردی به اسم آندریاس فلوکن اولین ماشین الکتریکی رو به جهان معرفی کرد. اما اتفاق مهم در جهت رسیدن به اولین ماشین زمانی رخ داد که 2 برادر آلمانی تصمیم گرفتند با احتراق داخلی ماشین تولید کنند. اولین اختراع ماشین که مشابه ماشین‌های امروزی بود ساخت شرکت بنز بود در سال 1885 که 1 سال بعد در سال 1886 ثبت رسمی شد. این ماشین 3 چرخ داشت و از سیستم تکسیلندره استفاده می‌کرد. قدرت اونم تنها 75 اسب بخار بود. و حالا اولین ماشین تولید شده تو ایران. پیکان تو سال 1346 از کارخانه ایران ناسیونال تحت لیسانس کارخانه تالبوت فرانسه روونه بازار شد. تو همون سال ماشین‌های شاهین و آریا توسط شرکت پارس خودرو تولید شدند. این کارخانه سال 1351 به شرکت جنرال موتورز ایران تبدیل شد و ساخت خودروهای شاهین و آریا رو متوقف کرد و شروع به تولید شورلت بیوک، شورلت نووا و کادیلاک کرد.